اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید از خاک افغانستان برای هیچ کشور تهدید وجود ندارد. کشورهای منطقه به عوض وارد نمودن اتهامات علیه افغانستان بهتر است بالای تامین امنیت داخلی خویش توجه نمایند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در گفتگوی ویژه با تلویزیون طلو نیز گفت در مدت کوتاه تدوین قانون اساسی و سایر قوانین فرعی نهایی خواهند شد. وی افزود ما فرزندان و برادران این ملت هستیم، ما افراد تحمیل شده بر این ملت نیستیم. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در نشست در کابل گفت هدف امارت اسلامی دفاع و نگهداری از خاک افغانستان است و بدون این اراده غلامی دیگران را ندارد. خلیفه صاحب افزود جهان باید به عوض ایجاد مشکل علیه امارت اسلامی راه تعامل را انتخاب کند. شیخ ندام محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دومین سال روز پیروزی مبارزه 20 ساله افغانها در برابر اشغالگران گفت نظام اسلامی حاکم و استقلال کشور ثمره صدها هزار قربانی است. بر اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله قاری محمد یوسف احمدی به عنوان سرپرست ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی تعیین شده است. شاروالی کابل می گوید کار دو پروژه سرکسازی در ناحیه 16 آغاز شده است. اداره ملی استاندارد می گوید در روز گذشته 74 تانکر تیل بی کیفیت در بندر میل 78 فرات توسط اداره ملی استاندارد به کشور ایران مسترد گردید.